برای انتخاب زمان CIP ما میتونیم برنامه‌ریزی کنیم مثلا هر 6 ماه ممبرانا رو شستشو بدیم. یه زمان اپتیموم برای این کار وجود داره. بسته به کیفیت آب ورودی میشه یه بازه زمانی مشخص کرد، ولی بهینه‌ترین حالت بهره برداری اینه که ما بیایم به صورت مستمر پارامترهای TDS، فشار عملیاتی سیستم و دبی خروجی دستگاهمون رو مانیتور بکنیم و با توجه به اونها زمان دقیق CIP رو مشخص کنیم. یعنی مثلا دبی 5% افت کرد بریم سراغ شستشو. دقیقاً دبی بین 5 تا 10% اگر افت کرد زمان CIP ما فرا رسید. 10% فکر کنم. بله. اگر فشار ورودی افزایش پیدا بکنه، فشاری که داره از پمپ های پرشر میاد تو بسه. دقیقاً گیجی که بعد از های پرشر داریم اگر که حدود 1 بار افزایش فشار داشته باشه یعنی ما داخل ممبرانمون گرفتگی داریم و عملیات CIP رو باید آغاز کنیم. معمولا به صورت گیج یا ترانسمیتریه؟ به صورت گیج میذارن اون آها. بعد مورد سوم TDS. بله. TDS رو چه کار؟ دستگاه TDS متر باید رو RO نصب باشه. بله، یکی از الزامات تمام دستگاه RO دستگاه TDS متر آنلاینه که اپراتور باید به صورت مستمر TDS خروجی دستگاه رو مانیتور کنه و اگر اختلاف محسوسی دید توی عملکرد دستگاه و افت کیفیت آب خروجی رو داشت باید عملیات CIP رو شروع کنه. ممنون. سخن بزرگان در این رابطه داریم بفهمیم. بزرگان میفرمایند زمان مناسب برای CIP قبل از افت جدی عملکرد سیستم شروع میشه، نه بعد از اون. CIP دیرهنگام یعنی خداحافظی با ممبران. خداحافظی با شما. درود بر شما. خدا نگهدار.